محمد بابازاده رئیس سابق اداره زمین در اصفهان به 14 سال زندان محکوم شده است. یک منبع آگاه از قضیه در نهادهای انتظامی روز 24 ایون به رادیو آزادی گفت دادگاه ولایت سوخت او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، ساختکاری و غیرقانونی دادن زمین گناهکار کرد. حکم روز 8 ایون صادر شده. رادیو آزادی جزئیات آن را 24 ایون به دست آورد. نظر محمد بابازاده یا نزدیکان و وکیل مدافعش معلوم نیست. وی ماه دکبر سال 2025 دستگیر شده تا اعلان حکم در بازداشتگاه بود. دادگاه در دایره پرونده او مراد اشورف و لیلی ولی و متخصصان کارخانه ثبت مال و ملک در اصفهان را نیز از 5.5 تا 6.5 سال حبس کرده است. آنها به شریکی در جنایت با تمجید گرفتن مکافات، ساختکاری، غیرقانونی دادن زمین و بیعملی در اجرای وظیفه متهم شدند. موقع آنها نیز به حکم روشن نیست. منبع آگاه از قضیه که نخواست نامش نوشته شود گفت این دو نفر هنگام تحقیق پرونده با شرط بیرون نرفتن از جای زیست در آزادی بودند. برابر اعلان حکم در تالار دادگاه به حبس گرفته شدند. در حالی که موقع 3 نفر به خلاصه دادرس معلوم نیست، یک نماینده دادگاه با شرط فاش نشدن نامش گفت از آنها همچون دلیل ماشین‌های گرانبها و پول گرفته شده است. رادیو آزادی آن را به طور مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمی‌تواند. در عین زمان منبع‌های رادیو آزادی در اداره‌های انتظامی گفتند که محمد بابازاده و 2 زیردستش از روی حکم دادرس ولایت سوخت به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. بازداشت و حبس بعضی از منصبداران و آن هم در پیوند به تقسیم زمین در منطقه‌های تاجیکستان حادثه نو نیست. تنها در سال 2025 در کشور تقریباً 13.5 هزار مورد بی‌اعتنایی به قانون زمین یا رعایت نکردن آن ثبت شده است. ناحیه رودکی، شهرهای اصفهان و کولاب در صف پیش قرار داشتند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی در آغاز امسال در یک نشست خبری گفت زمین فروشی و قانون شکنی در این سمت همچنان مسئله داغ میماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.